Hello everybody. My name is Marzieh Haydari and I'm a civil engineering. We visit this project each other, and I wanted to talk to speak Farsi. اینجا آشپزخونه است. This is kitchen and ما میبینیم که اینجا رو ایزوگام کردن و اینا هم که لوله هایی هستش که لوله های تاسیساتی. سقف رو سوراخ کردن. البته اینجا هنوز کامل تکمیل نشده، به خاطر که ایزوگام رو باید تا یه مقطعی از ارتفاع دیوار بالا ببرن. This is sand for working. این هم باز لوله های تاسیساتی هست و چقدر زیادن. ما الان تو طبقه 5 هستیم از یک سازه بتونی 8 سقف. اینجا سرویس بهداشتیه که اینجا هم باز ایزوگام کردن. البته فکر کنم حمامه. This is bathroom. اینجا هم باز این لوله های تاسیساتی. اینجا هم بالکونه. اگه دقت بکنیم روی قسمت هایی که فلز هست، روی این قسمت ها رابیس زدن به خاطر اینکه اینجا گچ کار شده و گچ با فلز نباید در ارتباط باشه. این یه اتاق، این هم یه اتاق دیگه.